تو باید بتونی هر صدایی که تو رو از مسیر بلند مدت و پایدار دور میکنه به طور واضح بشناسی، نامگذاری کنی و خودت رو از اون جدا کنی و پاسخ آگاهانه و پایدارتری رو جایگزینش بکنی. ABRT میگه این صداها اغلب محصول سیستم‌های مغزی ما هستن، نه هویت ما. اگه بفهمی کدوم بخش مغز چه کاری میکنه، جدا کردن این صداها از خود واقعیت آسان‌تر و ساده‌تر میشه. یه بخشی در مغز هست به نام امیگدالا. این واحد هشدار سریع مغزه. یعنی وقتی هیجان یا تهدیدی حس میشه، امیگدالا فوراً فعال میشه و پیغام یا فرار کن یا بجنگ رو روشن میکنه. همون fight or flight. اوجگیری و سقوط ناگهانی اغلب با فعالیت سریع آمیگدالا شروع میشه. پس این بخش مغز رو به خاطر بسپر، اسمش از آمیگدالا، واحد هشدار سریع مغزه. زمانیه که شما به حالت fight or flight میرسی، زمانیه که احساس میکنی خطری در محیط هست و باید یا بجنگی یا فرار کنی. اینجا زمانی که شما اوجگیری میکنی یا سقوط ناگهانی. قسمت بعدی قلمروی پیشانی، قشر پیشانی یا پریفرانتال کورتکس هستش. این بخش تصمیم گیری، برنامه ریزی و نگهدارنده اهداف بلند مدت هستش. وقتی خسته یا تحت فشار باشی نمیتونی به خوبی از بخش پریفرانتال کورتکس استفاده بکنی. پس بخش پیشانی، قشر پیشانی یا پریفرانتال کورتکس، بخش تصمیم گیرنده، برنامه ریزی کننده و نگهدارنده اهداف بلند مدت. اصولاً آرامش داره، ولی وقتی تو خسته ای یا تحت فشار هستی نمیتونی از این قسمت به خوبی استفاده کنی. قسمت بعدی محور HPA، هیپوتالاموس هیپوفیز آدرناله. این مسئول واکنش استرسی هورمونیه، یعنی جایی که هورمون کورتیزول و آدرنالین ترشح میشه. محور HPA وقتی این محور فعال میشه، بدن وارد حالت سازگاری فوری میشه که باعث اوج انرژی یا حس فرو ریختگی میشه. پس قسمت سوم شد محور HPA، مسئول واکنش استرس هورمونیه. حالا چه هورمون هایی مخصوص استرسن؟ کورتیزول و آدرنالین. وقتی این محور فعال میشه، بدن وارد حالت سازگاری فوری میشه که شما اوج انرژی یا فرو ریختگی رو تجربه میکنی. قسمت بعدی قسمت سیستم پاداش یا دوپامینه. این قسمت مسئول حس خوشی و انگیزه پذیری و همچنین عامل تجربه لذت جویی یا اجتنابه که تو رو به رفتارهای تسکین سریع سوق میده. تسکین سریع ولی موقت، مثل غذا خوردن، مصرف یک مواد، اسکرول کردن سوشیال میدیا، فیلم دیدن، ویدیو دیدن و هر گونه رفتار اعتیاد آور دیگه‌ای که خیلی برای ما فایده‌ای نداره ولی اون استرس ما رو برای لحظاتی تسکین میده. پس این قسمت بود سیستم پاداشی یا سیستم دوپامین، مسئول حس خوشی و انگیزه پذیری و همچنین عامل تجربه لذت جویی و اجتناب. مثلا من یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، میرم فیلم میبینم، این به خاطر اینکه من میخوام دوری بکنم، یه خوشی سریع بگیرم، یه دوپامین هیت سریع بگیرم. و قسمت آخر سیستم عصب واگ یا سیستم عصب واگ که بخش تنظیم کننده خودکار بدنه.
وقتی فعال و تنظیم پذیره تو توی حالت ایمنی و ثبات میمونی. ولی وقتی حالتش دیسورگانایز میشه و به هم میریزه تو نوسانات پرتکرار هیجانی رو تجربه میکنی. پس اگر این سیستم واگ که مسئول تنظیم کننده بدنه فعال و اوکی باشه تو حالت ایمنی و ثبات داری و توش میمونی. اگه نه تو دچار نوسانات پرتکرار میشی. حالا ارتباط این پترن ها با کار ما چیه؟ پترن 1 باعث اوجگیری یا امید واهی میشه. چه اتفاقی میفته؟ امیگدالا، اون قسمتی که بهتون توضیح دادیم که قسمت هشدار سریع مغزه، میگه یا بجنگ یا فرار کن، سریعا هشدار یا انگیزش ایجاد میکنه. بعد محور HPA و سیستم دوپامین وارد عمل میشن. محور HPA چی بود؟ قسمتی که اون هورمونای استرس و کورتیزول و آدرنالین رو ترشح میکرد، باعث میشد که شما اوج انرژی بگیری یا حس فرو ریختگی بکنی. قسمت دوپامین هم که قسمت پاداش و لذت و اینا بود و انگیزه. پس وقتی که شما اوجگیری داری تو پترن A، امیگدالا سریعا هشدار یا انگیزش ایجاد میکنه. محور HPA و سیستم دوپامین هم وارد عمل میشه. یه موجی از آدرنالین و دوپامین باعث حس قابل حل بودن همه چیز همین الان میشه. یعنی شما توهم مثبت میزنی، فکر میکنی همه کار میتونی بکنی، همه چی خوبه، امید و انگیزه واهی میگیری. به طور خلاصه این اتفاق میفته. حالا قسمت پری فرانتال کورتکس، اون قسمتی که ما خیلی دوستش داریم و میخوایم روش حساب باز کنیم، قسمت انسانیمون، قسمت تصمیم گیرندمون، برنامه ریزمون، قسمتی که اهداف بلند مدت رو میتونه نگه داره و ما دقیقا میخوایم رو اون حساب باز بکنیم، به خاطر شدت این همه هیجان و هورمون ضعیف میشه. پس ما نمیتونیم به صورت واقع گرایانه برنامه ریزی بکنیم. این خیلی مهمه. ممکنه در زمانی که ما پترن A یعنی اوجگیری رو تجربه میکنیم فکر کنیم که میتونیم همه کار میتونیم بکنیم، همه چی حله، همه چی اوکیه و چون حالمون خوبه ربطش بدیم به همین پریفرانتال کورتکس. ولی اوج گرفتن و های شدن و غیر واقع بین بودن با آرامش و تدبیر و تعقل فرق میکنه. پس این میشه پترن 1. پترن 1 آرامش و تعقل و تأمل و تصمیم گیری نیست، توهم مثبته. من میتونم همه کار بکنم، من همه چی درست میشه. حالا در حد و اندازه های مختلف، ممکنه 0 و 100 نباشه ولی خوشبین‌تر از واقع بینانه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی در عمل صدای addictive voice، اون صدای ذهن یا AV به طور خلاصه میاد میگه همه چی ممکنه، همین امشب برنامه رو بریز، شروع کنیم، این هدف رو بذاریم، از فردا هم شروع میکنیم. و در ضمن میگه مثلا میاد میگه هدف خیلی بزرگ بذار، چند تا هدف بذار، از فردا مثلا در این 3 تا مسئله زندگی شروع میکنیم به دست به عمل زدن. چرا این مسئله مشکل سازه؟ چون غیر واقع بینانه است. چون اصلا این سیستمی که الان تو بدن شما داره کار میکنه فردا دیگه اینجوری نیست. فردا شما ممکنه ناامید باشی، فردا ممکنه شما این هورمونا اصلا داستان عوض میشه. امید زیاد، رفتارهای شتاب زده منجر به تلاش بیش از حد و نامنظم میشه، کم کم باعث خستگی و سقوطی میشه و این چرخه هی میتونه تکرار بشه. چیزی که در بدن و در مغز حس میکنید چیزیه که توصیف کردیم. چیزی که در ذهن صداش رو میشنوید یه برنامه ریزی احمقانه است، یه امید واهیه. بیا از فردا شروع کنیم، 100% این عمل رو انجام میدیم، این هدف‌ها رو میذاریم
بعد تازه ممکن اصلا چند تا هدف خیلی بزرگ بذاریم و تمام، بدون برنامه‌ریزی، بدون دقت. چرا؟ چون سیستم اوورولمد شده، نمیتونه اصلا از قسمت PFC یا پریفرانتال کورتکس کمک بگیره که بخواد واقع بینانه کاری انجام بده. هر وقت توی پترن A گیر افتادید، اوجگیری داشتید، هدفهای احمقانه گذاشتید، امید بادکنکی داشته باشید، بدونید که 100% این ثبات نداره، این یه سقوطی خواهد داشت، چون هر خیزی تو بدن یه افتی خواهد داشت، مثل موج میمونه، مثل جزر و مد، روز و شب. یه بار دیگه پترن A رو توضیح میدم به طور خلاصه تر. توی پترن A یا اوجگیری یا امید بادکنکی، امیگدالا سریع هشدار یا انگیزش ایجاد میکنه. محور HPA و سیستم دوپامین وارد میشن، یه موجی از آدرنالین و دوپامین رو تزریق میکنن به بدن، میگن آره همه چی اوکیه، همه چی قابل حله، بیا این کار رو انجام بدیم. و PFC یا پریفرانتال کورتکس به خاطر شدت هیجان نمیتونه، ضعیف میشه، نمیتونه کاراشو درست انجام بده. صدای ادیکتیو وایس اینه که همه چی رو ما عوض میکنیم، اوکی، خوشبینانه است، اوکی، حله، عوضش میکنیم، هدف بذاریم. و این در بلند مدت قطعا سقوط میکنه این سیستم و به شکست میرسه. این پترن میتونه بارها و بارها تکرار شه. حالا پترن B، سقوط یا ناامیدی شدید. سقوط یا ناامیدی شدید. اینجا چه اتفاقی در مغز میفته؟ وقتی سیستم نتونسته اوج رو نگه داره یا فشار ادامه داشته باشه، محور HPA خسته و فرسوده میشه. کورتیزول، ترشح کورتیزول بلند مدت میتونه حس ناتوانی رو تقویت کنه. امیگدالا پیام تهدید مکرر ارسال میکنه و پریفرانتال کورتکس نمیتونه به صورت منطقی متوجه بشه که این موقته، این داستان، این اتفاق، این اضطراب، این خستگی واسه سیستم، این فشار موقته. پس دوپامین میاد پایین، انگیزه کم میشه و فکرها سیاه تر میشه. اینجا قسمت ناامیدی و سیاهیه. اینجا صدای ادیکتیو وایس معمولا این حالت رو داره. دیدی؟ همیشه همینطوری میشه، تو هیچ کار نمیتونی تموم کنی. دیدی شکست خوردی؟ یا میاد میگه ولش کن، بیفایده است، بی خیال، اصلا نمیشه. یا میاد میگه انقدر مسائل سخت و زیاد و غیر قابل حل شدنه که اصلا بهتر سراغش دیگه نریم. و این صداها ریشه افسردگی، خود آسیب رسانی، حس بد، ناامیدی، اینا رو توی آدم زنده میکنه و باعث میشه که آدم اهدافش رو رها بکنه و چرخه اجتناب کم کم شروع میشه که چرخه C یا پترن Cه، هنوز بهش نرسیده. نمونه دیالوگی که توی ذهن پیش میاد اینه: تو شکست خوردی، ولش کن، نمیشه، سخته، تو ماچه، زیاده. پس ببینید توی پترن B ما سقوط رو تجربه میکنیم، ناامیدی رو تجربه میکنیم. چه اتفاقی توی مغز میفته؟ سیستم نمیتونه که همیشه توی اوج و فشار بمونه، همش بالا باشه. مثل یه هواپیما سقوط میکنه. محور HPA خسته و فرسوده میشه، کورتیزول بلند مدت حس ناتوانی میده، امیگدالا پیام تهدید مکرر ارسال میکنه، PFC یا پریفرانتال کورتکس نمیتونه منطقی بگه که اوکی اینا موقتن، پس دوپامین میاد پایین، انگیزه کم میشه و فکرهای ما، احساسهای ما سیاه میشه، حس بدی میکنیم. صدای ادیکتیو وایس یا صدای ذهن شروع میکنه به چیزای منفی گفتن که نمیشه و دیدی نمیشه و انتقاد و غر زدن و همه چی بده و افسردگی و این داستان ها. پترن A که در مورد صحبت کردیم پترن خیزش و انگیزش بود، ولی به صورت بادکنکی، اوجگیری الکی. پترن B سقوط و ناامیدی شدید بود. خب حالا میرسیم به پترن C. حالا میرسیم به لذت جویی و اجتناب. یه تسکین فوری بده برای دردهام. من سقوط کردم، اعصابم خورده، ناامیدم، به من یه چیزی بده که حال کنم. دوپامینم هم که اومده پایین،
یه کاری کن من حال کنم، دیگه برام مهم نیست. سیستم پاداش و دوپامین فعال میشه تا درد به صورت کوتاه مدت کاهش پیدا کنه. مثلا مریضی که سردرد داره میگه فقط یه قرص بده من از این درد رهاشم، فقط یه کاری کن من رهاشم، دیگه با بلند مدت کاری نداره. همونطور که مطمئنا فهمیدین، باز هم قسمتی که ما دوستش داریم و بهش نیاز داریم، یعنی PFC یا پریفرانتال کورتکس، باز هم اینجا نمیتونه فعالیت خودش رو انجام بده، چون ما تو دردیم، دوپامین پایینه، فقط دنبال یه تسکین فوری هستیم. وقتی عملی که تسکین رو ایجاد میکنه رو انجام بدیم، اضطرابمون فوراً کاهش پیدا میکنه، اما بعد از مدتی احساس پشیمونی، شرمندگی یا تشدید مشکل میشه، چون ما مشکل رو که حل نکردیم، ما فقط یه پترنی واسه خودمون ایجاد کردیم که مثل اینکه هواپیما بلند شده باشه، سقوط کرده باشه، من یه چیزی بخورم که حالم خوب شه، یا یه موادی بزنم که حالم خوب شه، یا حتی یه فیلمی ببینم که حالم خوب شه، اینستا رو اسکرول کنم که حالم خوب شه، هر چیزی میتونه باشه. صدای ایوی معمولا در این حالت اینه، میگه سریع یه چیزی بخور، اینو ببین، بیا ولش کن، بیا فرار کنیم، بیا بریم بیرون، بیا تفریح کنیم، بی خیال، همه چی رو بی خیال، زنگ بزنیم مثلا به دوستمون صحبت کنیم، هر چیزی میتونه باشه، فقط میخواد اجتناب کنه از اون اضطراب، از اون سختی. چرا این آسیب زننده است؟ چون این میشه یه سری عادتی که تو کوتاه مدت حال ما رو خوب میکنه، تو بلند مدت کلا زندگیمون رو خراب میکنه، در زمینه بدن، در زمینه سلامت، در زمینه کار، در زمینه روابط. هر چیزی که تو کوتاه مدت به شما یه پلژر یا یه لذت فوری میده، قطعا تو بلند مدت داره به شما آسیب میزنه. پس سیستم 3، یعنی ببخشید پترن 3، پترن لذت جویی، اجتناب، تسکین فوری. چه اتفاقی تو مغز میفته؟ سیستم پاداش و دوپامین فعال میشن تا درد کوتاه مدت رو کاهش بدن. این یک پاسخ یاد گرفته شده است. وقتی درد یا اضطراب داریم، مغز سریعاً برای تسکین اقدام میکنه. اجتناب باعث کاهش فوری اضطراب میشه، اما بعد از مدتی پشیمانی، شرمندگی یا تشدید مشکل رو به وجود میاره. و صدای ادیکتیو وایس به این صورته: یه چیز سریع بخور، اینو ببین، این کارو بکن، بریم بیرون، از این فرار کن، بیا بریم اینستا، هر چیزی. و شاید این صدا رو شما نشنوید، ولی میرین و اون کار رو انجام میدین و یه پلژر، یه لذت کوتاه مدت، یه دوپامین هیت میگیرین و دوباره مشکلتون تشدید میشه. حالا میخوایم از روش جداسازی استفاده کنیم دیگه، برای اینکه از این 3 تا پترن جدا شیم. ببینید این 3 تا پترن هم در طول یک روز کار میکنن، یعنی تو طول یک روز به صورت کوچیک میتونن چند بار اتفاق بیفتن در کارهای کوچیک. مثلا من میخوام درس بخونم، یکم سخته، ولش میکنم، میرم به جاش تو اینستاگرام میچرخم. هم میتونن تو بلند مدت، در واقع توی مثلا یک هفته ایجاد بشن. مثلا من یه هفته تصمیم میگیرم رژیم بگیرم، انجامش میدم، میبینم سخته، آخر هفته ولش میکنم، آخر هفته یه عالمه خوراکی میخورم، بعد پشیمون میشم. هم میتونن حتی در طول اهداف بلند مدت تر ایجاد بشن. 1 سال، مثلا من یه هدف 1 ساله میذارم، تا یه جای پیش میرم، یه چیزای خوب پیش میره، یه چیزای سخت، کم کم سختی ها منو اذیت میکنه و کم کم ذهن بهانه‌هاش و افسردگی و ناراحتی ها شروع میشه، میزنم زیر پترن، میرم کارهای خود تخریبی انجام میدم و بعد پشیمون میشم. این پترن ادامه پیدا میکنه. و بعضی اوقات این پترن درونی سازی شده، یعنی شما چه هدفی بذارید چه هدفی نذارید، نروس سیستمتون آرامش نداره و مغزتون داره توی این پترن ها حرکت میکنه. برای همین حتی اگه اتفاق بیرونی نیفته، چون درون شما ناآرومه، یه معنا یا یه مابعضای بیرونی براش پیدا میکنید. یعنی حالتون بد میشه از درون و یه بهونه میارید، میگی آره مثلا این پارتنر خوبی نبود، این مثلا این حرف زد، من اذیت شدم، پس هیچی، ازش دوری میکنم، بعد میرم سراغ پارتنرهای دیگه. یا مثلا آره این بیزینس اصلا خیلی بیزینس بی خودی بود و اینا. ببینید بعضی اوقات عوامل بیرونی این فرایند و این پترن ها رو تشدید میکنه، بعضی اوقات به هر حال چون ما این پترن ها رو داریم
دنبال بهانه بیرونی میگردیم که این پترن ها رو بتونیم بهش یه معنایی بدیم، چون نمیتونیم یه حس مثلا خیلی بدی بکنیم یا یه حس انگیزش زیادی بکنیم و براش بهانه نداشته باشیم. باید براش بهانه بیاریم. اینا جفتش به هم کمک میکنه و جفتش بیرونی و درونی هم رو تقویت میکنه. حالا AVRT یا جداسازی صدای ذهن از خود واقعی چه کمکی میکنه؟ وقتی میگیم خود واقعی، تمام تمرکزمون رو PFC یا پریفرانتال کورتکسه، همون قسمت انسانی، همون قشر پیشانی، همون چیزی که تصمیم میگیره، تو لحظه است، آرامش داره و خیلی وقتا با این سیستم، با این پترن هایی که گفتم هایجک میشه، یعنی انگار که مثلا گرفته میشه و قطع میشه. ببینید هر وقت که موجی میاد شما باید تشخیص بدین، موجی از احساسات، تشخیص بدین که این کدوم پترنه، پترن اوجه، پترن سقوطه یا پترن فراره. یعنی من دارم اوج میگیرم، الکی خوشبینم، هدفهای بی خود میذارم، یا دارم سقوط میکنم و دارم بهونه‌های الکی میگیرم، دارم میرم به سمت افسردگی و کمکاری، یا اینکه دارم فرار میکنم، لذت جویی میکنم، دست به عادتهای سمی خودم میزنم. پس اینو مرحله اول، اینایی که توضیح دادیم فقط برای اینکه شما بتونید تشخیص بدین که وقتی یه احساسی دارین و یه اتفاقی در بدنتون میفته داره چه اتفاقی میفته. چون اینا به صورت سلسله وار میاد، یعنی هر وقت شما اوج بگیرین قطعا سقوط هم میکنید و هر وقت سقوط بکنید احتمال زیادی که خب بخواین فرار هم بکنید دیگه، یعنی یه گریزی هم بزنید و یه دوپامینی هم ایجاد بکنید، چون دوپامینتون میاد پایین. پس همون اوج رو که بتونید شناسایی کنید بقیه‌اش هم پشت سرش میاد. ببینید وقتی که این رو تشخیص دادید و اسم گذاری کردید، باید یه جمله یا یه چیزی برای خودتون داشته باشین که بهتون یادآوری بکنه که چه اتفاقی داره میفته. مثلا میتونید بگید او پترن اوج شروع شد، یا پترن سقوط شروع شد، یا پترن فرار شروع شد. چند بار که اینو تکرار بکنید بین خودتون و اتفاقی که داره تو بدنتون میفته فاصله ایجاد میشه. یعنی شما دیگه با این پترن یکی نیستید، شما مشاهده‌گر این پترن هستید. شما نیستید که دارید اوج میگیرید، بدنتون و مغزتون داره اوج میگیره، شما مشاهده‌گر اون اوج هستید. و در مرحله بعد شما نیستید که دارید افسردگی یا سقوط رو تجربه میکنید، این بدن و ذهن شماست که به این پترن عادت کرده و حالا شما دارین مشاهدهش میکنید. فرار هم همینطور، این شما نیستید که میخواین اون لذت فوری و اجتناب رو داشته باشید، این بدن شماست، مغز شماست، عادت کرده و شما میتونید با شناسایی و اسم گذاشتن روش ازش فاصله بگیرید، مشاهدهش بکنید. این اتفاقیه که توی کسایی که مدیتیشن های طولانی کردن میفته. یعنی این افراد قابلیت این رو پیدا میکنن که خودشون رو، درونشون رو، پترن هاشون رو مشاهده کنن بدون اینکه واکنشی داشته باشن، بدون اینکه با اون پترن ها و احساسات و افکار یکی بشن. چون در عالم واقع شما با اونها یکی نیستید. بعد از اینکه اینها رو شناسایی کردین و یکم فاصله ایجاد کردین، شما باید قادر باشین که از جملات کوتاه و محکمی استفاده بکنید که کامل اسپلیت یا جداسازی شکل بگیره. مثلا اینکه بگین این من نیستم، این اوج من نیستم، این اجتناب من نیستم، این خواسته من نیستم، این حس من نیستم، یا این ادیکتیو وایس من نیستم، هر چیزی که دوست دارین اسمشو بذارین. توی اصل AVRT که برای اعتیاد به الکل ساخته شده بوده، در اصل اسمشو گذاشتن بیست یا قول. این قول، این صدای مثلا قول یا بیست من نیستم، هر چیزی میتونید اسمش رو بذارین. و هر بار که شما این رو شناسایی میکنید و جداسازی میکنید دارین از قدرت اون پترن کم میکنید، چون پترن هایی در مغز قدرت پیدا میکنند که ما
طبق اونها عمل بکنیم، با اونها درگیر بشیم، به اونها توجهی بدیم. ولی اگه بهشون آگاه بشیم ولی طبق خواستشون عمل نکنیم، اونها ضعیف میشن. اصلا نورال پتویش یا شبکه نورونی ضعیف میشه. مثل این میمونه که من یاد گرفته باشم پیانو بزنم، هر بار که پیانو بزنم عضلاتم و مغزم قوی تر میشه و شبکه نورونی در مورد اون پیانو زدنم شکل میگیره و قوی تر میشه. مثل چند تا نخ که هی کنار هم قرار بگیرن یه زنجیر بزرگ رو ایجاد بکنن و هر بار که این رو مشاهده میکنید و بهش توجه نمیکنید، فقط مشاهده گرشین، یه نخ از اون نخهای این زنجیر کم میشه. ولی توجه داشته باشید که این خیلی ساله و خیلی وقته که توی بدن شما شکل گرفته، پس پترنیه که زمان میبره تا شل بشه، کند بشه. خب و اینکه باید برگردین به خود واقعی یا سلف، خود واقعی، یعنی همون قسمت PFC Prefrontal Cortex. حالا چه کاری میتونید بکنید؟ هر کاری که شما رو با حواس پنجگانتون درگیر بکنه، مثلا لمس کردن چند تا از سطوح که دور و برتونه یا بدن یا لباستون، لمس کردن، استفاده از حس لامسه، دیدن چیزهایی که دور و برتونه و نام بردن اسمهاش. مثلا من الان یک شیشه آب میبینم، دستمال میبینم، لپتاپ رو میبینم، خودکار رو میبینم، جاسویچی رو میبینم. اسم بردن، دیدن و اسم بردن چیزهایی که دور و برمونه. تنفس عمیق خیلی کمک میکنه. مثلا 10 تا نفس عمیق بکشم، دم بازدم، سیستم نرو سیستمم رو آروم میکنه و منو برمیگردونه به خود واقعی یا PFC. دیگه استفاده از حس بویایی، استفاده از حس شنوایی، یعنی ببینم تو محیط چه صداهایی هست، ببینم تو محیط اگر بویی هست چه بویی هست. و همچنین استفاده از حس چشایی که خب همیشه نمیشه استفاده کرد، ولی به هر حال استفاده از اون، توجه به اون. و کل این سیستم رو بهش میگن گراندینگ تکنیکس، یعنی تکنیک هایی که به ما کمک میکنه با حواس پنجگانمون در تماس باشیم و به خودمون و بدنمون برگردیم. اینا آرامش رو تو ما زنده میکنه. ببینید، برای اینکه بیشتر این در واقع پترن ها رو توضیح بدیم، باید بدونید که شما سالهای سال با الگوهای زندگی کردین که هدفش حفظ بقا بوده، مثل انسانهای اولیه. یعنی فکر میکرده شما تو جنگل هستین و فقط کافیه که نمیرین، بقا داشته باشین و بعد تولید مثل کنین. هدفش خوشبختی و هدف و اینا نبوده. وقتی این سیستم ها، این الگوها، پترن ها زنده و فعال میشن، اینطوری به نظر میرسن که شما هم، یعنی تمام آنچه که هستید همین پترن ها هستید و دیگه اون خود آرامتون رو از دست دادید. و این یه هنر و تکنیکی میبره که خود واقعیمون رو بتونیم از اون پترن ها جدا بکنیم. ولی در این که خود آراممون وجود داره شکی نیست، چون به هر حال توی انسان الان و امروزه اون بخش از مغز وجود داره. ممکنه گاهی اکتیو نباشه ولی وجود داره. پس چون وجود داره، تمام ماجرا نمیتونه اون پترن هایی که برای حفظ بقا باشه. به خاطر اینکه ما فکر میکنیم، مثلا یه مسئله ریاضی رو حل میکنیم، تصمیم گیری میکنیم و نمیتونیم بگیم که این بخش آرام من وجود نداره. هرگاه که این حالت اوجگیری پیش میاد، شما باید قادر باشین که شناساییش بکنید و اعلام بکنید که پترن اوجگیری پیش اومد. این فقط برای حفظ بقاست، این همه من نیست، این من نیستم، این خود واقعی من نیستم. و بعد برین یه کار کوچیک که مربوط به حواس پنجگانتون انجام بدین. یه نفس عمیق بکشید
جایی رو لمس کنید، به اصوات و صداهای دور و برتون گوش بدید. همه این کارا باعث میشه که آرامش تو بدن شما ایجاد بشه و دیگه فقط حرفشو نزده باشین. گفتین که من از این سیستم جدام، ولی در واقع با بدنتونم خودتون رو از این سیستم اضطراب جدا بکنید. وقتی که سقوط هم میاد همینطور، وقتی که میل به فرار و اجتناب میاد هم همینطور. این کار رو باید بکنید، یعنی اول شناسایی بکنید، بعد نامگذاری بکنید، بگین که این فقط سیستم بقای خود واقعی من نیستم. بعد اون تمرین های گراندینگ رو بکنید که به بدنتون برگردین و PFC فعال بشه. این کار رو اگر انجام بدین، در طولانی مدت بدن و ذهن شما برنامه ریزی میشه که شما زمانهای بیشتری در آرامش باشید، بیشتر بتونید خود واقعیتون باشین، بیشتر بتونید یه هدف بذارین و هدفتون رو دنبال بکنید، بتونید تفکر عاقلانه داشته باشید، بتونید تو لحظه زندگی کنید، حالتون بهتر باشه، درگیر پترن های درونیتون نشین، پترن های درونیتون ضعیف بشه. همه این اتفاقای خوب میفته وقتی که این جداسازی صورت میگیره. حالا 3 مثال براتون میزنم از 3 بار که 3 پترن اکتیو میشه و ما میخوایم جداسازی رو انجام بدیم. موقعیت اول، تو توی فکرت این میاد که امروز میخوام برنامه‌ام رو 100% تغییر بدم، همه چیز رو همین الان انجام میدم. صدای ادیکتیو وایس میگه بزن بریم، همین الان شروع کن، همه چی عوض میشه. حالا شما یه لحظه به خودتون میان، خودآگاه میشین، میفهمین اوه صدای اوج برچسب بهش میزنین، صدای اوج شروع شد، پترن اوج شروع شد. بعد توضیح مغزی که به خودتون باید بدین اینه که این سیستم بقاه. الان حالا اگه بخواین خیلی علمی توضیح بدین، امیگدالا و دوپامین فعال شدن، این انرژی گذراست. ولی اگه بخواین کوتاه‌تر توضیح بدین، سیستم بقا اکتیو شده، این خود واقعی من نیستم. قسمت جداسازی میگه این من نیستم، این قسمت بقای منه. و بعد میرین یک کار کوچیک انجام میدین، مثلا 10 نفس عمیق میکشین، همون تمرین‌های لامسه رو انجام میدین، به صداهای اطراف گوش میدین و اینجوری خودتون رو آروم میکنید و میرین توی مغز PFC، میرین توی بخش PFC مغز. موقعیت دوم، بعد از یه ناکامی یا به هر دلیلی وقتیه که احساس سقوط میکنید، مثلا میان با خودتون میگین که من نتونستم این کار رو تمام کنم یا فلان چیز خیلی سخت بود و صدای ادیکتیو وایس یا ایوی میاد میگه که دیدی تو همیشه همینطوری هستی، همیشه همه چی رو ول میکنی، تو هیچی موفق نیستی، این دنیا دیگه مثلا ارزششو نداره، این زندگی فلانه، این حرفا. میان سری برچسب میزنین، اوکی، سقوط، پترن سقوط شروع شد. توضیحی که بخواید به خودتون علمی بدین اینه که هورمون کورتیزول و خستگی دارن منو قانع میکنن که تلاش بیفایده است و سریع میتونید به خودتون بگین اوکی، این مال سیستم بقای منه، مال بدن من، اصلا ربطی به من نداره و این من نیستم. قسمت کلیدی اینه که خودتون رو جدا سازی کنید، این من نیستم، این فقط پترن های منه. و یه اقدام مفید، سریع قدم کوچیک انجام میدین، حالا تنفس یا هر کدوم دیگه از اون چیزایی که گفتیم، برای استفاده از حواس 5 گانتون و اینجوری میرین توی بخش آرامش مغزی یا PFC. و موقعیت سوم، پترن اجتناب یا همون وسوسه لذت فوری. مثلا میگین که دلم میخواد الان همه چی رو ول کنم، برم یه غذایی بخورم، فست فود بخورم، یا دلم میخواد الان برم مثلا با دوستان بیرون دیگه درس نخونم، یه همچین چیزی. صدای ادیکتیو وایس میگه بریم سراغ اون تفریح، بریم سراغ بیرون رفتن، بریم حال کنیم. خب اینجا شما شناسایی میکنید، سریع میگید اوکی، صدای لذت فوری شروع شد یا صدای اجتناب شروع شد، پترن اجتناب شروع شد. توضیحش اینه که سیستم پاداش من دنبال تسکینه، دوپامین اومده پایین، دنبال اینه که یه مسکن کوتاه مدت پیدا کنم که حالم خوب شه، دردام کم شه، در واقع حال کنم. جداسازی اینه که این تو نیستی، جداسازی اینه که این من نیستم، این صدای بدن منه، صدای ذهن منه که میخواد این پترن رو هی تکرار بکنه. و سریع اون گراندینگ تکنیک ها، تنفس ها، اونا رو انجام میدیم.
و دوباره برمیگردیم به حالت PFC یا پری فرونتال کورتکس. یک تمرین گراندینگ خیلی معروف که همیشه ازش استفاده میشه اینه که شما اسم تکنیک از 5 4 3 2 1، یعنی شما باید 5 تا چیزی که میبینید رو نام ببرید، 5 تا چیزی که میتونید تاچ کنید، لمس کنید رو در واقع نام ببرید و بعد 3 تا چیزی که میشنوید رو نام ببرید، 2 تا چیزی که بو میتونید بکنید رو یا بوش تو محیط هست رو نام ببرید و بعد یک چیزی که حس چشاییتون تیست میکنید یعنی میچشید رو نام ببرید. حالا خیلی وقتا اون بو و تیست نیست، ولی همین که به حواس بویایی و چشایی تمرکز بکنید کافیه و این خیلی سیستم رو آروم میکنه. روش بعدی تنفسه. حالا 1000 نوع تنفس وجود داره، ولی یکی از ساده ترین روشاش اینه که شما دم بکنید برای 4 ثانیه با بینی، 4 ثانیه دم، 6 ثانیه بازدم با دهان برای 6 ثانیه. پس شد با دم 4 ثانیه، بازدم 6 ثانیه و این کار رو 10 بار تکرار کنید. این شما رو میبره به PFC یا پریفرونتال کورتکس، یعنی در واقع به زبان ساده شما رو آروم میکنه، شما رو آگاه به پترن ها و جدا از پترن ها میکنه. دیگه شما درگیر اون پترن ها، اون 3 تا پترن نمیشید، آرامش میگیرید. نیازی نیستش که حالا دیگه به حرف اون پترن ها گوش کنید، اجتناب کنید، برید یه چیزی بخورید یا اوج بگیرید یا هدفاتون رو ول کنید یا افسرده شید. میتونید سیستم خودتون آروم بکنید با این دو روش ساده. جملاتی که خیلی قدرتمند هستن و میتونید برای جداسازی استفاده بکنید ایناست: این من نیستم، این فقط یه الگوی عصبیه، یا این من نیستم، این نروس سیستم منه، این سیستم عصبی منه. این که بگین این یک موجه و من ساحل هستم، یعنی موج داره در من اتفاق میفته درسته ولی من ساحلم، یعنی بر من تأثیری نمیذاره. و این که بگین او الان بدن دنبال پاداش سریعه، من ولی دنبال ثبات و تعادلم، من دنبال اهداف بلند مدتم هستم. یا این که وقتی پترن خیلی اوجگیری اومد بگین که یه قدم کوچیک واقعی خیلی بهتر از یه اوج عظیم و یه سقوط بزرگه، خیلی خیلی بهتره. و وقتی که سقوط میکنید بگین که این خیلی گذراست، این فقط یه حسه که بدنم داره و این چیز واقعی نیست و از بین میره، تا 48 ساعت دیگه قطعا از بین میره. و اگر که بهش دامن نزنید قطعا این پترن ها عمرشون کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر میشه.